يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. این علمایی که به تو فتوا داد اینها علمای شیطانی است، اینها خائن است. کو حاجی مرزا؟ حاجی مرزا که برآمده همیشه میگفت که ما مخالفی شریعت بوده ها را انکار میکنیم. ای مردم، طالب علمایی که در سعودی خوانده بود، در اینجا آنجا خوانده، گوش نکنید. میگفت این حاجی مرزا کجا شد؟ حاجی مرزایی که ضد خوارجا گویا که میبرآمد، مرحمت ضد طاغوتا برای چی نمیبرد؟ حاجی مرزایی که آداب و اخلاق رسا حمایت میکرد، مگر حجاب پوشیدن این فرض الله نیست؟ مگر حجاب پوشیدن این از آداب و اخلاق نیست؟ مگر حجاب پوشیدن این پاک دامنی نیست؟ حاجی مرزا کجا شدی؟ حاجی مرزا مرد. برای که حاجی مرزا را ما میگفتیم که حاجی مرزا این یک کوکله هست، این یک مرغ هست که وقتی که طاغوت خروسش به این امر کرد قرقاس میزند، وقتی که او امر کرد این به گپ میدن. این یک طاغوت پرست بیش نیست، این یک دوپگانه، این یک افیسری کماندیر بیش نیست. کجا شد این ملاهای دیگری که از خوجند میبرآمدند، کداسی رفتاسی گویان به ما رد میزدند؟ شما کجا شد داشتین؟ کجا رفتاستین؟ کدی شما برای این حجابی که باید دفاع کنین؟ این کجا شدن این ملاهایی که هزارها نفر شب و روز به ما رد میزدند و به ما گپ میزدند؟ ما به شما میگفتیم ای مردم که ای مردم، این ملاها مقصدشون دفاع کردن نه مذهب ابو حنیفه است، نه قرآن است، نه سنت است، نه دین است، نه الله و رسول است. مقصد اینها دفاع کردن یک طاغوتشون است، دفاع کردن سترکتوره های طاغوتی است. این خوبسا وقتی که دفاع طاغوت و نوبتش میاد مثل خروس برآمده قراقروق میکنند، اما وقتی که وقت دفاع دین الله آمد، دفاع امر الله آمد، اینها خوابند برای اینکه اینها طاغوت پرست کفار مشرکین. کجا شد؟